سلام عرض میکنم دوستان. بعد یه سال دارم یه ویدیو میذارم. تو این ویدیو میخوام راجع به پروژه گرفتن، چجوری پروژه بگیریم، چجوری قیمت بدیم، تجربه شخصی خودم بگم، یعنی من چجوری این کارا رو میکردم. بعد پروژه‌مو میخوام نشون بدم یه تعدادیشو، راجع به یه مقدار راجع به کارفرمای خارجی صحبت کنم، کارفرمای ایرانی، و در نهایت هم راجع به کانادا. و حال من الان یه 2 سالی است که اینجا هستم و میخوام راجع به شرایط اینجا یه مقدار باهاتون صحبت بکنم. برای پروژه گرفتن شما حتما باید قبلا پروژه انجام داده باشی، یعنی باید نمونه کار داشته باشی. مثل داستان سابقه کار برای گرفتن کاره. بدون اینکه قبلا پروژه انجام داده باشی نمیتونی بگیری، مگر از دوست و آشنا و فک و فامیل و اینا که پیشنهاد میکنن اصلا همچی کاری هم نکنید. اینکه شما حتما باید یه پروژه ای رو داشته باشید، به عنوان نمونه کار نشون بدید. حالا برای خود من چجوری بود تجربه شخصیمون؟ منوی رستوران من درست کردم، حالا تو ویدیو قبلی هم نشون دادم، اینجا هم بازی کوچولو نشون میدم. من اومدم به یه شب رفتیم رستوران، بعد من یه غذایی سفارش دادم، با دوستان اینا بودیم، بعد گارسون گفت اینو نداریم، بعد من سریع بعد یکی دیگه سفارش میدادم، بعد که رفت فکر کردم چرا غذایی که ندارم بعد تو منوشون باشه. در از ساید بیزنس بهش نگاه کردم، ساید رستوران بهش نگاه کردم، نه خب که اونا منوشون فیزیکی روی میز دیگه، کاریش نمیشه کرد. بعد اونجا به ذهنم رسید منو اگه دیجیتال باشه چجوری میشه و اینا. و بعد این پروژه رو انجام دادم. قبل کرونا بود، اوایل 98 بود اگه اشتباه نکنم. بعد که این پروژه رو کاملا انجام دادم، توی قسمت حالا پیدا کردن مشتری اینا موندم دیگه. من کارم فنیه، من نباید برم همین کار رو انجام بدم. اصلا اشتباهه اگر حالا هدفتون استارتاپ و شرکت اینا رو انداخته همه کارا رو یه نفر نمیتونید انجام بدید. تو اون قسمت یه مقدار گیر کردم. اول رفتم با مدیرای رستوران صحبت میکردم، خیلی جواب نگرفتم. بعد تراک چاپ کردم از این گلاسه با کلاس به رستوران میدادم، بازم جواب نگرفتم. بعد رفتم یه پیج اینستاگرام رو انداختم، یه دفتر گرفتم، دفتر مجازی بود، از این کوورکینگ اسپیس ها، جای فضای کار اشتراکی که دفتر خصوصی هم بهت میدن، ضمن اینکه این یه خط تلفن هم به شما میداد. برج کیان بود، ما 1 خورده اون موقع بعد پولش رو میدادم که کسی اگه زنگ میزد اونجا یه خانمی جواب میداد، وصل میکرد به من. 20 نفر دیگه هم اونجا همچین حالتی داشتن. اونو گرفتم. بعد رفتم اینستاگرام زدم و تبلیغات دادم. البته مدلی هم که تبلیغ دادم جالب بود. من به دوستان گفتم پیج رستوران رو برام بفرستید، اونایی که فالوینگ دارن. قدیم گوگل کروم یک اکستنشن داشت که شما میتونستی فالوور و فالوینگای یک پیج اینستاگرام دانلود کنی. اون موقع نبود، اما با یه ذره کد جاوا اسکریپت یه چیزی پیدا کرده بودم میتونستی اینو شما در بیاری. و من تمام فالوینگای این 100 تا پیج رو در آوردم، یه کوئری زدم و بعد دیدم که یه پیجی هست که 14 تاشون فالو کرده، یکی دیگه از 13 تاشون فالو کرده. بعد شروع کردم دونه دونه اینا رو زنگ زدن و صحبت کردن. مثلا یه پیجی بود که فقط آگهی میذاشت برای کسایی که تو کافه و رستوران کار میکردن. یه پیجی بود وسایل آشپزخونه میفروخت. یه پیجی بود عکاسی منو انجام میداد. که جالب به اینکه زنگ زدم گفتش نه. اون بعد کم 1-2 ماه بعد طرف به من، همون آدم به من زنگ زد. بعد یه رستورانی که من گرفتم کار منوشو اینا انجام داده بودم و دسترسی می‌خواست که داخل سیستم عکسش آپلود کنه. یه سری از این فود بلاگرها بودن و اینا. شروع کردم دونه دونه اینا رو صحبت کردن و تبلیغ دادن و بعد شماره اون دفتر مجازی رو گذاشتم و اونا زنگ می‌زدن اونور، اون وصل می‌کرد به من و منم که فروشنده نبودم، بلد نبودم بفروشم، تمام تماسایی که مثلا من شاید توی یه هفته کلی تماس گرفتم همه رو از دست دادم. سیستم اینجوری طراحی کرده بودم که 1 هفته رایگان در اختیارشون میذاشتم، بعد هم داخل سیستم میتونستن تمدید اشتراک بزنن. بعد بهشون گفتم من یه QR کد برای شما میفرستم، شما اینو چاپ کن، بعد من این 1 هفته تا فعال میکنم، اگه اولش فعال کنم میسوزه برات. کار اشتباهی بود. این مدیرای رستوران آدمای پرمشغله ان دیگه. بعد دیگه هر کی زنگ میزد بعد از اون تقریبا 1 هفته که کلی تماسایی که داشتم همش از دست رفت، دیگه هر کی زنگ میزد سریع براش فعال میکردم و در اختیارش میذاشتم. گفتم آقا این پنل مدیریتی، برو منوتو تعریف کن، اینم QR کد، هر کی اسکن کنه اونو میبینه. اینجوری تونستم بالاخره مشتری بگیرم. اولین مشتری که گرفتم مستر بولکی بود. بعد رفتم حتی سراغ اون سافر رستوران ها، یعنی برنامه حسابداریشون که 2 تا بود، یکی سپیتز بود یکی هامی. سپیتز که کار نکرد، اصلا جوابم نداد. هامی نه، دمش گرم، خیلی هم قشنگ مشتی کار کرد و یه نمونه رایگان به من داد و API هاشو در اختیار من قرار داد. و اون کسی که سیستمش هامی بود خیلی قشنگ میشد، یعنی منوش کاملا از توی سیستمش میومد اینور
من یه صفحه برای خودم درست کرده بودم دیگه، فقط گروهایی که اونا داشتن با گروهای خودم مچ می‌کردم، چون گروهای من عکسدار بود. و بعد کسی هم که سفارش میداد اونور فقط یه دکمه تایید برای ویترشون گذاشته بودم، یه اپ اندروید هم نوشته بودیم اون وسط که یه دکمه تایید رو میزد و سفارش داخل سیستمشون ثبت میشد. خیلی سیستم قشنگ شده بود برای کسی که حامی داشت. بعد مشتری حامی هم اگر این نرم افزار رو می‌خواستن، یه هم سیستم می‌خواستم، اون شخص شماره منو میداد و بعد من به اونا هم حالا میفروختم. و یادم من حساب کتاب کرده بودم، گفتم من اگه به 10 تا فکر کنم 10 تا مشتری برسم، اون اشتراک ماهانه‌شون، حالا یه سریا منوشون داخل رستوران بدون سفارش بود، یه سری با سفارش بود، یه سری بیرون برداشتن، اینا قیمتش فرق کرد. کلی هم سر اینکه چه قیمتی باید بزنم فکر می‌کردم. مثلا اینا کاری نیست که شما یه نفر بعد انجام بدید. اشتباهه دارم میگم. اگه فکر راه اندازی بیزینس هستید، شما همیشه به یه نفر دیگه نیاز دارید، به یه نفر اجرایی، سی ای او تور، سی او سی تی او میگن دیگه، میشه این دوتا باید با هم مچ بشن. چی داشتم میگفتم؟ خلاصه داشتم حساب کتاب کردم، دیدم اگه من 10 تا مشتری داشته باشم دیگه من ضرر نمیدم. یعنی بیزینس من کلا اون اشتراک اون دفتره، هزینه سرور، حالا تایمی که خودم گذاشتم پاش نشستم و اینا، و اون 4-5 ماه کار میکردم، حقوق خوبی دریافت میکردم. خب نشسته بودم پای این کار رو بدون حقوق کار میکردم، اینا به کنار. فقط اون پولی که من از جیب هر ماه میدادم و گفتم به 10 تا برسم این صفر میشه. و یک تایمی 1 ماهی من به 10 تا رسیدم و بعد ماه بعدش دیدم که یه نفر تمدید نکرد. بهش پیام دادم چون تمدید نکنید منو اصلا کار نمیکنه، یعنی کسی اسکن میکنه مینویسه که اشتراک شما به پایان رسیده است. طرف گفت آقا ما یه کافه داشتیم اومدن برای ما مالیات بریدن 200 میلیون تا، ما کلا جمعش کردیم. خسته نباشید، اینم شانس ما بود. یه سری کارهای اضافه ترم انجام دادم برای اونایی که برنچ داشتن، هیچ وقت استفاده نشد. مثلا شما 5 تا شعبه داری، طرف میتونست وب اپلیکیشن شما رو سیو کنه. همه کارهای من وب اپه. وقتی سیو میکرد لوگو اسم اپلیکیشن میشد اسم رستوران شما، بعد وقتی باز میکرد بهش نشون میداد چه برنچایی هست، حالا هر کدوم می‌خواست انتخاب میکرد، یا اگه دسترسی لوکیشن میداد خودش نزدیکترین شعبه رو بهش پیشنهاد میداد. البته این هیچ وقت استفاده نشد. و این تایملاینی که دارم میگم برای این پروژه تقریبا بیشتر از 2 سال بود، از اوایل 98 تا اواخر 400، اوایل 401. تقریبا چند ماه قبل اینکه من بیام کانادا، من خرداد 401 اومدم. حالا چند ماه اول که روش کد میزدم، از یه تایمی به بعد یه فقط مشتری اضافه میکردم و بعد اگه مشتری میومد مثلا گروه بندی خاصی میخواست سریع اضافه میکردم، بعدا خودم عکس‌دار میکردم دیگه. فقط کار اینجوری دیگه، خیلی روش کار کدی انجام نمیدادم. بعد حتی زمانی که من مصاحبه داشتم با این شرکت کانادایی و من گفتم مثلا تجربه کارات بگو، من اینو تعریف کردم، گفتم یه چیزی که راحت تره براشون، قابل درک تره. حالا برای اولین پروژه من، شما وقتی یه تو این فیلد هستی و داری کار میکنی، سراغ شما میان دوست آشنا رفیق این ور اون ور، میان و میگن ما یه ایده ای داریم، یه پروژه میخوایم. خیلی از اینا اصلا همون اول شما باید بگی نه، یعنی هر کس اومد سراغ شما نباید بگی اوکی آره من انجام میدم. مثلا یه نفر میگفت من برنامه میخوام برای کتابخونم، اوکی برنامه کتابخونه مطمئناً هست دیگه، حالا شاید کم میکاسی داشته باشه، اما طرف ما کتابخونه داریم راه میندازیم. گفتم اوکی، اون مشتری من نبود، کسی نبود که من بتونم برام کاری انجام بدم. کتابخونه داری راه میندازی، برام میگه برنامه براش بخر دیگه. اگر یه نفر بود که برنامه کتابخونه داشت و راضی نبود و یه چیز خیلی خفن تری می‌خواست، چرا اون میشد مشتری من، اما کسی که هیچی نداشت اون مشتری من نمیشد. یا یه نفر بود مثلا اومده بود از طریق یکی از دوستان من، گفت آقا من رفتم مطب دکتر نشستم اونجا، بعد پیش خودم فکر کردم من چرا باید بشینم اینجا، این یه اپلیکیشن باشه مریض رو به دکتر وصل کنه و این داستانا. گفتم اوکی ایده‌ت خوبه، اما مطمئنم مثل این بعد باشه، این چیز جدیدی نیست، هیچ ایده‌ای جدید نیست اصلا نظر من. بعد گفت نه من سرچ کردم نبود. من رفتم سرچ کردم یه اپلیکیشن از دکتر همین کارو میکنه. بعد خیلی از اینا که تجربه کار ندارن، فقط ایده دارن و میگن آقا ما یه پروژه می‌خوایم برای خودمون، تا حد امکان با کسانی که تجربه نداشتن کار نکنید. یعنی من چندین بار کار کردم دیگه، جز یه نمونه بقیه نمونه تمامش تجربه های تلخ شد. حالا من دلیلاشم توضیح میدم موقعی که داشتم پروژه رو نشون میدادم. مثلا یه مورد داشتم، یه نفر ما گفت آقا من یه ایده ای دارم، اینو به شما میگم، شما برو انجام بده،
پیاده سازی کن کامل. بعد که حالا مثلا به سود رسید 50-50 گفتم اوکی شما هزینه ساختش اینا رو میدی؟ گفت نه دیگه. گفتم پس ایده تو اصلا به من نگو، من نیستم، آقا ولمون کن. اینکه با کسایی کار کنید که اصلا هیچ تجربه کار برنامه‌نویسی و پروژه‌ای یا اینا ندارن خیلی سخته، خیلی سخت‌تر از اون چیزی که فکرشو میکنید. شما باید با کسانی سر کله میزنید که شاید بعضی وقت اصلا ندونن چی میگن، بعضی اصلا اینجوریان چون به شما پول میدن پس یه سری چیزا از شما میخوان. بعد حتی ممکنه اون چیزی که طرف میخواد اصلا شدنی نباشه، دست تو نباشه. من یه مورد داشتم طرف میگفت آقا میخوام مثلا پیامک بره، تو پیامک لینک باشه، رو لینک زد این اپ باز بشه. گفتم ببینید برای ما وب اپه، اون اپ نیتیوه، اون شما میری از اپل استور و گوگل پلی اینا دانلود میکنی. برای ما یه اتم اسکرین ساده میزنی سیوش میکنی، اصلا برای ما رو میتونی 10 بار انجام بدی. اون یه باره داشتم سعی میکنم یه جوری توضیح بدم که طرف متوجه بشه من چی میگم دیگه. با گفتم برای ما رو شما میتونی 10 بار اینستال کنی، یعنی این خیلی فرق میکنه، اصلا هم بشه کدومو باز کنه. بعد یه ذره فکر گفت آخری رو باز کنه. گفتم آقا نمیشه ولمون کن. اینکه واقعا با بعضی کار کردن خیلی سخته. من یه نمونه خوب دارم، یعنی تو این سالا کار کردم یه نمونه خیلی خوب دارم. اونم کسی بود که یکی از نمونه کارهای قبلی من دیده بود، اونم کار طلا بود. من اینجا 2-3 تا پروژه طلا دارم بهتون نشون میدم. و گفتش که آریان جان من کار قبلی تو دیدم خیلی راضیم، خیلی دوست دارم، ریش و قیچی دست خودت، این سیستم کاری منه، من همچین مشکلی دارم، اینو برای من حلش کن. و اون کار من به نظر خودم تا الان بهترین کارم بوده. حالا تکنولوژی جدیدتر شده، خوشگل‌تر و اینا شده الان، اون موقع خیلی نبود، اون موقع که مثلا من اینا رو درست می‌کردم. اما همین که این شکلی کار درست شد، همین که 1 ماه بعد از اینکه پروژه رو کامل تحویل گرفته بود به من پیام داد و خیلی تشکر کرد و گفتش آقا مثلا کارم خیلی روون شده و درست شده، این برای من خودش خیلی ارزشمند بود. خب من تو ایران کلا یه شرکت کار کردم، کار حسابداری طلا فروشی جواهر فروشی بود و من اونجا برنامه‌نویسی می‌کردم. اینکه من بیشتر از 5 سال، نزدیک 6 سال اونجا بودم دیگه، 5 سال خورده‌ای. بعد برنامه حسابداری طلا فروشی جواهر فروشی می‌نوشتیم که من سیستم کاری طلا، مثلا من تراز برنامه حسابداری نوشتم. سیستم کاری طلا، جواهر و این گردش کارشون، مدل کاریشون رو من دیگه کامل اونجا دستم اومد. توی کار طلا خیلی خیلی میشه کار کرد. بعد یکی از دوستان ما گفتش آقا ما یه پروژه می‌خوایم برای کار خودمون و اینا. من دعوتش کردم به رستوران آدرس فودهال الهیه، منوی منو داشت، معروف ترین جایی بود که منوی منو داشت. این اونجا منو رو که اسکن کرد و دید و اینا. بعد من بهش گفتم که این منو کار منه، خیلی براش جالب شد دیگه قضیه، یعنی یه جوری اونجا اون چی میگم بهش، به من اعتماد کرد که اوکی آریان میتونه پس پروژه ما بر بیاد دیگه، حتما وقتی همچین چیزی داره، همچین رستورانی باش کار میکنه میتونه پس پروژه ما بر بیاد. این شد اولین پروژه من و اون پروژه رو انجام دادم. خیلی هم اون موقع یه پروژه بود برای خرید فروش آب شده، خیلی هم سر صدا کرد اون موقع، به این علت که خیلی سیستم کاریشون رو بهبود میبخشید. اصلا دوست دارم یه ذره توضیح بدم دیتیل اینو بدونی، جالبه. اینا مدل کاریشون اینجوری بود که با تلفن کار میکردن، یعنی شما مثلا میری پیش طلا فروش میگی من 10 تا سکه میخوام بخرم فرض محال، بعد طلا فروش زنگ میزنه به یه جا قیمت میگیره، به شما قیمت میده، اگه تایید کنه پای تلفن خرید انجام معامله میکنه. بعد زنگ میزنه میگه قیمت چنده، مثلا اینو میگن قیمت 100 پشت تلفن هر 2 نفر. بعد قیمت مثلا میره بالاتر میگه 110، میاد پایینتر میگه شد 100، تا اینکه با هم معامله کنن، تا اینکه با هم قیمت رو ببندن دیگه، میبندن دیگه به اصطلاح تمام میشه معامله. من این تلفنشون میگفت روزی 600-700 بار زنگ میخوره و از اون برام گفت مثلا 100 تا 150 تاش میشه معامله. که من این برنامه رو انجام دادم و آوردیم بالا و بعد از اون داستان دیگه تلفنشون زنگ نخورد و تعداد معامله هاشون هم از 100-150 شد بیشتر از 400-500 تا تو روز. و بعد زمانی که می‌خواستیم قرارداد ببندیم، این حالا کسی که بود واسطه بود، من هیچ وقت با نفر اصلی در ارتباط نبودم. مثلا اولش بهم گفتش که تو قرارداد فلان عدد رو بنویس اما تو فلان عدد رو بگیر. گفتم من همچین کاری نمی‌کنم. بعد یه قسمتی هم برای فروش گذاشته بودیم، من گفتش که اصلا این برنامه رو ما دوست داریم بفروشیم و اگه خوب باشه، که من روی این قسمت خیلی برام مهم بود. روز اولی هم که برنامه رو بالا آوردم گفت خیلی آدم به ما زنگ زدن این برنامه رو می‌خواستن و اینا. و بعد گفتن که ما نظرمون عوض شد، نمی‌خوایم برنامه رو بفروشیم. گفتم آقا من رو فروشش حساب کردم. گفتن نه آقا برنامه ماست و ما نمی‌خوایم بفروشیم همینجوری. ما تو قرارداد نوشتیم فروش من درصد بگیرم. اصلا مدلش اینجوری نبود که منطقی بیان صحبت کنم اوکی تو رو این حساب کردی مثلا پول فروش ان تا برنامه رو ما درصدش رو به شما میدیم. مدل اینجوری بود یا ما نمی‌خوایم بفروشیم همینی که هست.
خیلی سخته بعضی وقت کار کردم با آدم این شکلی. این شد پایه اولین اختلاف. و بعد یه جای دیگه اینا اومدن گفتن که آریان ببین ما تو کارمون یه مدلی کار میکنیم که برنامه‌ای تو نداره. گفتم چه مدلی؟ گفتن ما وقتی کسی زنگ میزنه پای تلفن، فرض کنید یکی زنگ میزنه میگه آقا قیمت خرید سکه چنده، اینا میگن 100، همون لحظه قیمت میاد پایینتر میگه 90، سری پشت تلفن میگه 90، هنوز با هم معاملهشون انجام نشده، میاد پایینتر میگه 80، سری میگه 80، این کارو انجام میدن چون بعد به قیمت بخرن. اینا مثلا 80 میخرن 100 میفروشن، اینجوری ان دیگه. حالا میگفتش که تو این شرایط اوکیه، اما یه موقع زنگ میزنه طرف قیمت چنده 100، حالا قیمت میره بالا، اینا پشت تلفن هیچی نمیگن چون الان براشون سود داره، قیمت میشه 110 120، هیچی نمیگه چون آخرین قیمتی که طرف گفته 100 میخره 140 میفروشه، سود بیشتریه دیگه. گفتش ما اینجوری کار میکنیم. گفت وقتی درخواست میاد، درخواستای باز هست، قیمت که تغییر میکنه این بیاد چک بکنه بگه اگه به نفع ماست نگه داره، به ضرر ماست خودش کنسل کنه. که من گفتم من هیچ وقت همچین کاری نمی‌کنم، چیزی من نمی‌نویسم، امکان نداره، هنوز انقدر چیز نشدم. حالا بماند. گفتم اینو یه آپشن بهتون میدم که مثلا این شکلی باشه که اگر قیمت تغییر کرد درخواستای باز کنسل بشه، من نمیام اینجوری چک کنم که به نفع شماست به ضرر شماست، من از این کارا نمی‌کنم. هم گفتن نه یعنی چی، ما پولشو میدیم برنامه ما. گفتم منم چیزی نمی‌نویسم. و بعد از این کار رو دیگه سری رفتاره دیگه کلا این پروژه کنسل شد، یعنی من دیگه باشون کار نکردم. اینا رفتن دنبال اینی که دوباره برنامه دیگه بنویسم مثل همینو، برنامه نویس آوردن و قضیه مال 4-5 سال پیشه. اما تا الانم که من دارم با شما صحبت میکنم هنوز دارم برنامه من استفاده میکنم، نتونستم برنامه بنویسن. کپیای زیادی مثل برنامه من اومد، اصلا من سرچ کردم یکی دیگه جدید دیدم، برام جالب بود دیگه. به هر حال حالا ایده نوعی نبود، به هر حال سیستمی که شما تلفن رو جایگزین کنه با اپلیکیشن ایده نوعی نیست. اما من همیشه میگم اصلا ایده نو وجود نداره، مهمون پیاده سازی است. مثلا دیجیکالا اولین فروشگاه اینترنتی ایران نبود، اما یه پیاده سازی خیلی خوب داشت، اون اجرا کردن است. بعد از این پروژه دیگه من اینجا جایی بود که من برای این شرکت کانادایی تو ایران کار میکردم و یه حقوق دلاری میگرفتم، زیادم نبود عددش. و بعد اینجا پروژه بعدی اومد که یک نفری اومد گفتش که آقا من پروژه شما خیلی دوست دارم، ما سیستم کاریمون اینجوریه دیگه، حالا اینو خیلی دیتیل نمیدم، یه سیستم میخوایم کارم میخوام راحت تر بشه برای خودم و فقط مشتریام میخوام، تعداد نمیخوام مثلا یوزر بگیرم و اینا. اون قبلیه به من میگفتش که من برای این نمیخوام بفروشم که من با این اپلیکیشن میتونم کلی مشتری بگیرم، لازم ندارم اینو بیام بدم به رقیبم. گفتم اوکی حرفت منطقیه، اما از طرف منم باید به قضیه نگاه کنید. یه وقتی یه سری چیزا از طرف حالا کارفرماها یا بیزنس اونرها منطقیه، اما از طرف مثلا شاید مشتری حالا شما این کار انجام میدید منطقی نیست. یه چیز جالب یادم اومد، یه فست فودی بود سمت کجا بود خدا، پیروزی فکر کنم، آره. این یه صفی داشت جلوش، صف تا وسط خیابون می اومد، همینجوری ملت تو صف وایساده بودن. و بعد من رفتم با اون شخص صحبت کردم، یه آشنایی در اومد که برام باهاش صحبت کنم، بگم آقا من سیستم هوشمند میتونم بذارم اینجوری کنم. این هم مردم تو صفن، این از نگاه من اون صفحه خب یه چیزیه که بعد برداشته بشه دیگه، سریعتر بعد بیان سفارش بدن. آقا این ساید خودشو گفت راجع به رستورانش، چقدر جذاب بود. منطقی نیست از نگاه من و شما مشتری، اما نگاه اون صاحب بیزینس منطقی بود. گفتش که این صف اعتبار منه، این صف آبروی منه. گفت من همین الان نگاه کن، من جا دارم میتونم یه صندوق دیگه بذارم، یه دونه کلا داشت. گفت میدونم صندوقو میکنم 2 تا، این صفو بشکنم، اما این کارو نمیکنم. بعد گفت من نمیخوام کسی اصلا اسکن کنه، خودی سفارش بده. من میخوام با اون شخصی که سفارش میگیره صندوق داره من صحبت کنه. خیلی وقت این صندوق داره مثلا طرف یه ذره شک داره چی انتخاب کنم، طرف بهش میگه آقا مثلا پیتزای قارچ و گوشتمون هم خوبه ها، میگه اوکی یه پیتزای قارچ و گوشت. اینو بر اساس این نمیگه که پیتزای قارچ و گوشتش واقعا خوبه، برای این اساس میگه که مونده توی یخچالش نگاه میکنه، اینقدر مونده باید بفروشه. و من گفت این اپلیکیشن تو به درد من نمیخوره. حرفش هم کاملا منطقی بود. بعد پروژه بعدی من اینم باز طلا بود، اینم نشون میدم. این یه پروژه خیلی خوبی بود. یک شخصی بود که اومد قشنگ اونجوری گفتم اعتماد کرد، گفت آریان جان ریش و قیچی دست خودت،
برای ما اینو درست کن که من درست کردم و اون کارو خیلی دوست داشتم. اوکی، من پروژه‌مو میذارم آخر نشون میدم. حالا میخوام راجع به کارفرمای خارجی و ایرانی و بعدش هم شرایط کانادا صحبت کنم. راجع به کارفرمای ایرانی خارجی فقط یه مثال میزنم خودتون یعنی به عمق قضیه پی ببرید. یه هفته بود که فکر کنم سه شنبهش تعطیل رسمی بود. نمیدونم چی بود، عید فطر بود چی بود، یادم نمیاد اصلا. اما میدونم سه شنبهش تعطیل بود. بعد این کارفرمای من خب شرکت کانادا است، اما کارفرمای من نیویورک زندگی میکنه، هنوزم اونجاست. هر چند ماه بار میاد کانادا سر میزنه میره. این که اونجا بود یه بار یه کاری میخواست انجام بده، کارم خیلی مهم بود، عجله‌ای بود. این دوشنبه یه فایلی بعد برای من میفرستاد، من بعد یه کاری انجام میدادم، دوباره میفرستادم و دوباره اون برای من میفرستاد، دوباره من یه سری تغییرات میدادم. این یه رفت و برگشت اینجوری داشتیم، یعنی اگه برای من فایل نمیفرستاد من کاری نمیتونستم انجام بدم. آقا من دوشنبه فایل فرستادم و قرار شد اون سه شنبه بعداً برای من سه شنبهش برای من بفرسته. سه شنبه شد دیدم نفرستاد، وایسادم نفرستاد. آخرای روز بود بهش پیام دادم که این فایل برای من نفرستادی، من منتظرم انجام بدم، میدونستم هم کارو میخواد انجام بده، براش مهمه. بعد گفتش که مگه امروز ایران تعطیل نیست، مگه تو امروز کار میکنی؟ با خدایا این از کجا میدونه که ایران تعطیله امروز؟ یعنی ببین طرف تقویم شمسی ما رو داشته میدونسته امروز تعطیله، به من کار نگفته و روزای تعطیل اصلا نه کار نه پیامی چی. یعنی اصلا من باورم نمیشه، گفتم نه اوکی بفرست من کار میکنم و اون روز فرستاده کار انجام دادیم. و کلا مدل کاری روی اعتماده. یعنی من حتی یادم زمانی که من 1 سال پروسه گرفتن ویزام طول کشید، وکیل عوض کردیم، وکیل دومی اومد گفت بین شما قرارداد هست، برگشت گفت there is nothing between us except trust، چیزی جز اعتماد بین ما نیست. با اینکه مثلا من حتی چهره این شخص رو شاید 2 بار بیشتر ندیده بودم دیگه، همیشه جلسه‌ای که میومدیم کسی ویدیو روشن نمی‌کرد. بعدم که حالا اینجا اومدم و حالا مدل کاری اینا همش رو مشورت، رو اعتماد. آریان همچین کاری می‌خوایم بکنیم شدنی، همچین قسمتی که میتونیم به برنامه‌مون اضافه کنیم. و بعد منم حالا نگاه میکنم اینجوری هم وقتی یه نفر میگه من هیچ وقت نمیگم نه، میگم اوکی بخوایم این کار انجام بدیم، بعد اونجا و اونجا و فلان جا رو دست بزنیم. مثلا بعضی وقتا یه بار پیش اومد گفتم بعد قشنگ از پای من شخ بزنم میاد بالا، گفتش نه پس ارزش نداره انجام نمیدیم. و خیلی حالت مشورت و رفت و برگشتی و قشنگ همکاریه دیگه. یعنی تعریف ساده شه دیگه، من تخصص دارم اون پول داره، ما داریم با هم همکاری میکنیم. دستوری نیست، برعکس کارفرمای ایران. اینجا هیچ وقت نشده کارفرما من یه دفعه به من زنگ بزنه، همیشه پیام، جلسه ست میشه و صحبت میکنیم. تو ایران این اتفاق میافتاد دیگه، زنگ میخورد آخر هفته، روز تعطیل. بعد من میرفتم میگفتم اگه میشه مثلا روز تعطیل به من زنگ نزنید، بعد پیام میفرستاد. بعد دوباره خیلی هم زایاسیه بره به کارفرما چی بگه، آقا این میشه پیامم نفرستید. نگر میداشت، شنبه 6 صبح میفرستاد یه دفعه 10 تا پیام. اصلا یه جور عجیب غریبیه. بیاد یکی از رفیقام که اومد اونجا کار کرد، داستان رفیقم خیلی جالبه. این 27 سالگی اومد سمت برنامه‌نویسی، 97 اومد، آخر 1400 قبل از عید 1401 فکر کنم، عید 1401 رفت انگلیس، آفر کاری گرفت رفت انگلیس. توی 4 سال رشته‌ش هم مثلا چیز دیگه بود، برق بود. این اومده بود، این هم 6 ماه اومده بود پیش من، اوایلش به شرکت من کار میکرد، شرکتی که من اونجا بودم کار میکرد. بعد یه حرف جالب زد، گفت چرا اینجا همش یه جوری باهات برخورد میکنن که بهت بر بخوره. اینکه مدل کار کردن تو ایران، حالا خیلی جا با کارفرما شما کار میکنن، کار دستوریه دیگه، آقا من اینو میخوام. بعد میگه آقا این نمیشه، اینجوری اونجوریه. نمیدونم چرا اینجوریه، نمیدونم چرا این اعتماد نیست. و یک غریبه، یه نفری که من تا حالا تو زندگی من نزدیک ندیدمش، اینقدر به من اعتماد میکنه و جواب اعتمادش رو میبینم. و یه نفری که ایران هست و هم زبون منه، اصلا یه نفری که هست منو میشناسه، مثلا 10 سال منو میشناسه، اما به من اعتماد نمیکنه توی کار. و وقتی من میگم یه چیزی مثلا نمیشه یا دست من نیست، شدنی نیست، میگه نه شدنیه، حتما میشه، تو نمیتونی انجام بدی. یا یه مشکلی که من داشتم با یکی از این اپلیکیشن ها، خب وب اپ بود دیگه. وب اپ شما قبلا سرویس ورکر که استفاده می‌کردی، اپلیکیشن فریز میشد، اپ روی آی او اس فریز میشد. یعنی اپو شما باز می‌کردی، میومد هوم اسکرینت، بعد 10 ثانیه دوباره بازش می‌کردی فریز میشد. خیلی عجیب بود.
و من سرچ کردم دیدم ولی این مشکل کلا مشکل iOS، مشکل من نیست. گفتم آقا ببین این هست، این مشکل، لینکشو فرستادم. من سرویس ورکر رو برداشتم، خیلی کمتر شد اما بازم این داستان بود. باز گفت آقا نه اینو برام درستش کن. خدایا تپسی و اسنپ و تمام اپلیکیشن هایی که اونایی که اپ iOS دارن هم همین شکلی ان دیگه، اونها هم وب اپن دیگه. با یه گوشی دیگه گوشی خودم فیلم گرفتم، یه چند باری اپ تپسی رو باز کردم بستم تا اینکه اونم فریز شد. دقیقاً اون مشکل. خب مشکل ما نیست، مشکل او اس بود. بعد این فیلم براش فرستادم، نگاه کن اپلیکیشن تپسیه، اینم داره فریز میشه. من که یه نفر آدمم، این یه شرکت نمیدونم چند هزار نفری حتما. بعد گفت آره راست میگی. دوباره فرداش آقا مشتری ما گفت این فریز میشه، اینو برام درستش کن. اصلا یعنی دیگه داغون میشی، یعنی روانت میریزه به هم. حالا بحث پولش ایران نیست، روانت واقعا میریزه به هم. اما اینجا نه، اینجا راحتی. خب یه ذره راجع به شرایط کانادا میخوام صحبت کنم. خیلی چند وقت صحبت میشه که آقا اینجا سخته و نمیدونم شرایط اینجوری اونجوری. و به نظرم این حرفا برای کسایی که حالا یا کاری ندارن یا کار تخصصی ندارن، درآمد خوبی ندارن. شما پول داشته باشی همه چی داری، درآمد خوب داشته باشی مشکلی نداری. من الان 2 سال اینجا، من تو کمتر از 2 سال اینجا هم ماشین خریدم، مثلا ماشین صفر خریدم. برای خود من خیلی چیز بود، یعنی صرف اقتصادی نداره. خیلی گفتن چرا ماشین صفر خریدی؟ افت قیمت میمونه. تو ماشین صفر دال نداشتم. خونه خریدم همین جایی که میبینید، آپارتمان 2 خوابه. اون رو تو کمتر از 2 سال اتفاق افتاد. بعد مدلش هم اینجا اینجوریه که شما کلا قسط میدی، چیز آنچنانی پیش پرداخت نمیکنه. مثلا ماشینی که من خریدم قیمت صفرش، قیمت نقدش 40,000 تا بود. من توی 7 سال بعد اینو پرداخت کنم 47 تا بعد برگردونم. یا این خونه‌ای که گرفتم من آخر سال پیش پاداش گرفتم، امسال قرارداد جدید با اون بس شرکت یه ساینینگ بونس میدن، یه پاداش امضای قرارداد جدید دادن. این دوتا رو گوشتم رو هم شد 5% قیمت خونهشون 5% رو پرداخت میکنی، بقیه‌شو وام میگیری. و با بانک گرفتم 25 ساله. و اینکه من اقامتم ندارم، من هنوز ویزای کاری ام، اما خب این شرایط برای شما هست. میگم شما اگه پول در بیاری، اگه کار تخصصی داشته باشی، زبانت خوب باشه، درآمدت خوب باشه، هیچ کدوم از این مشکلایی که میگن و نداری. اینجا شما واقعا آرامشو داری، دلتنگی ایران هم داری دیگه. این دوتا کنار هم هست، یه بده بستونه دیگه. سه چیزا رو به دست میاری، سه چیزا رو از دست میدی. اما در کل من خودم خب واقعا خیلی دلم می‌خواست ایران باشم. هنوزم که هنوز بعضی وقتا فکر میکنم اگه ایران شرایطش خوب بود، یا نمیدونم اگه شرایطی پیش بیاد، هنوزم که هنوز دوست دارم ایران باشم. به حال جایی که به دنیا اومدی بزرگ شدی و اینا، این حس دلتنگی همیشه باهات هست دیگه. غربت هر چی باشه غربته. غریب توی غربت نگی چی شد محبت. اوکی بریم پروژه رو بهتون نشون بدم. قبلش یادم رفت بگم که من چجوری قیمت میدادم برای پروژه ها. من بر اساس تایمی که از من میگرفت، خیلی ساده، یعنی میگفتم زیر 3 ماه که قبول نمیکردم، گفتم این پروژه 5 ماه من تخمین میزنم زمان ببره. یه زمان دست بالا میگرفتم همیشه، گفتم برای 5 ماه این عدد دریافت میکردم. عددم بالا بود، پروژه بالاتر میرفت و به همین شکل، به همین سادگی من این کار انجام میدادم. شما اگه کار انجام میدید، اگه کارتون خوبه، کارتون ارزون نفروشید. من یه مورد داشتم، یه نفر اومد گفت آقا ما اصلا کار طلا نبود، اگه قسمت دیگه اومده بود، یعنی اصلا بک‌گراند کار منو، حالا پروژه منو خیلی نمیدونست. گفت من یه همچین مثلا سایتی میخوام. من گفتم عددی که میگیرم اینه. گفت اوه چه خبره، مثلا فلانی با 1 میلیون تومان سایت بالا میاره. از این حرفا میشنوید، خیلی ناراحت نشید. اوکی این اون منوی رستوران است. اون یه صفحه کلی طراحی کرده بودم. اصلا یادم رفت بگم که این چجوری تموم شد این پروژه. یه دونه این گرافیکا داده بودم برام درست کرده بودن. اسم وبسایت این بود aradsystem.ir. این اواخر، یعنی چند ماه قبل اینکه کلا تعطیلش کنم، یه مشتری پیام داد که آقا من نمیتونم تمدید اشتراک بزنم. رفتم نگاه کردم دیدم درگاه پرداخت منو بستن. گفتم باید یه پرونده مالیاتی تشکیل بدی. من رفتم تشکیل بدم، دیدم از این سایت‌های کرکسیف دولتی که 1001 جور چیز از تو میخوان. منم دیگه گفتم آقا ولم کنید دیگه. بعد به مشتریان پیام دادم، گفتم که آقا اشتراک شما هست، 1 ماه هم اضافه روش. اینم یک سری 3-4 تا سایتی که کار مشابه هم انجام میدادم براشون فرستادم. گفتم اینا هم همین دقیقاً همین کار منوی هوشمند انجام میدن. البته منوی هوشمند من خوشگل‌تر بود. من لوگوی خود رستوران رو مینداختم، اینجوری سیاه‌سفید نبود. این روی موبایل که مثلا اینجوری اسکن میکردی و میومد بالا، پلیو نزدم. نه
یه صفحه اولیه بود. این اون جایی بود که گرفته بودم. چقدرم گرون بود، چقدر بهم فشار اومد. یه همچین اطلاعاتی همینجا گذاشته بودم، یه نفر اطلاعاتش وارد میکرد برای من، تو پنل خودم میومد و تماس میگرفتم. حالا وارد بشیم. وارد شده بودم قبلا. اما این صفحه ورودم خیلی دوست دارم. آخر این ویدیو همه صفحه ورودم میندازم کنار هم. این شماره دیگه کار نمیکنه، شماره ایرانم بود. سیستم اینجوری بود، یه مانده اشتراک داشتن، اعتبار پیامک داشتن. من باید حساب میکردم چقدر پیامک اینا میفرستن، چون یه وقتا تو تنظیماتشون گفتن که آقا مشتری موبایلش تایید بشه بعد سفارش بیاد. اینجوری بعد یه پیامک تایید برای مشتری میرفت، یک بار میرفت، دفعه بعدی دیگه لازم نبود اگه رو همون دیوایس بود. بعد یه هم سیستمی داشتم و ارزش افزوده بگیریم. بعضی به اسم سرویس میگرفتن، خیلی سیستم‌های کاریشون هم جالب بود. بعضی به اسم ارزش افزوده میگرفتن. اینجا می اومدن اشتراکشون رو تمدید میکردن، حالا طبق تعرفه‌ای که اون موقع داشتم، مثلا گفت 3 ماهه میخوام، پرداخت میکرد. یا می اومدن اشتراک پیامکشون اگه تموم میشد، مثلا یه سرویسی هم گذاشته بودم اگه زیر 10 تومن زیر 5 تومن می اومد بهشون یه پیامک میداد. پروفایلشون رو تعریف میکردن، اینستاگرام و تلگرامشون و اینا رو میذاشتن و توضیحات مینوشتن. منوشون رو اینجا تعریف میکردن. اگه مثلا غذا غیر فعال میشه سریع اینو میزدن، غیر فعال میشه دیگه تو منو نمیومد. اصل ایده من روی این اومد بالا دیگه که غیر فعال میشه این ندارن دیگه اون محصولات تو منوشون نیاد. بعد سه گزارش بازدیدا بشین و چقدر بازدید خورده، بر اساس چه دیوایس هایی خورده. این حالا نمونه‌ای که هست هم سالن داشت هم بیرون برداشت. سالنش این شکلی بود. این صفحه بود که مشتری اسکن میکرد میدید و سفارشش رو ثبت میکرد و این گروه بندی های من بود که عکسارم بود. سفارشش رو ثبت میکرد و خیلی ساده، حالا طبق اون تنظیماتی که داشت. این صندوق بود، اگه میز بود شماره میز میپرسید. سفارشی بود که مشتری میتونست ببینه و در نهایت سفارش که اینجا برای خودشون میومد. حالا اگر اون سیستم حامی بود یه گزینه بود ارسال، برای ارسال داخل سیستم. این از این اون پروژه بعدی من بود، آب شده بود. اینو قبلا هم نشون دادم، حالا اینجا سریعتر میگم. سیستم کاریش این شکلی بود، قیمت میدادن، ثبت میکردن، اینور قیمت آپدیت میشد، یه پیام مینوشتن، بعد مشتری تعریف میکردن، مشتری درخواست میفرستاد، میگم مثلا 50 تا سکه میخوام بخرم، اینور درخواست فروش میومد و بعد من میفروختم. اون تنظیماتی که گفتم گذاشتم این بود. کنسل کردن درخواست باز در صورت تغییر مزنه فعال. الان فعال هست. اینا به من گفتم برو سود و ضرر حساب کن. مثلا من اینجا درخواست میفرستم 500 گرم، قیمت مال قدیمه. بعد حالا اینجا اگر این ترازم آپدیت میکرد، نقدی فرستم، نقدی رو تغییر بدم، خودش میاد درخواست کنسل میکنه. حالا چه یه دونه باشه چه 1000 تا باشه، به علت تغییر مزنه دیگه من اون کار انجام ندادم. این قسمت کاربراشون رو میتونستم ببینن، هر کس چقدر تنظیمات داره، چه تراکنشی باشون داشته. ترازشون رو میتونستم ببینن که این قسمت خیلی قسمت جذابی بود نوشتنش. کاربر هم قسمت میتونست ببینه چه تراکنشایی داشته، چه جوری بوده چه جوری نبوده. این برای اصلاح سندشون بود. من اینجا سند باز میکردم و بعد این ور اینا میتونستن اصلاح کنن، سند باز شده رو ببینن، اصلاح کنن و میتونستن تراکنشاشون رو ببینن و حالا سیستمایی که داشت. اوکی، اینو پروژه بود که گفتم خیلی دوست داشتم. این سمت راستی برای مشتری این صفحه لاگینشه که اینقدر خوشگل، خودم خیلی دوست داشتم اینو. بعد یه کاری جالبی که برای این انجام دادم، یعنی کاری بود که از من نخواستن. شما وقتی سیستم رو میفهمی، درک میکنی چجوری انجام میدن، به نظرم خودت باید بذاری، با اینکه اونا به شما نگفته باشن. مثلا راجع به ثبت محصولشون و عکس دار کردن و اینا پرسیدم، گفتن محصولای ما رو عکاس میبره، عکاسی میکنه میاره. و حتی من اومدم یه سیستم برای عکاس درست کردم که اینا میدونستن کاربر درست کنن، بدن به اون عکاسی که هست و عکاس بیاد محصولاتش اینجا اتومات بذاره. عکاس هم اینجوریان که مثلا از یک محصول 7 تا 8 تا عکس میگیرن دیگه. حالا این یه تیکش تستی انجام بدم. حالا اینجا حالا یه سری عکس تستی دارم. یه قسمتم گذاشتم آپلود خودکار، گفتم کار عکاسم حتی راحت بشه. یعنی من اینا رو سلکت میکنم، درگ اند دراپ میکنم، میارم اینجا، آپلود رو میذارم. یه موقع اصلا عکاس حتی این کارم انجام نده، آپلود خودکار رو بزنه، اینا رو میگیره میکشه میندازه اینجا، ول میکنه، همش آپلود میشه.
اینا رو میاره. اینا مثلا این 5 تا عکس مال یه محصوله، اینا رو میندازه اینجا آپلود میشه. اینا مال یه محصوله میندازه آپلود میشه. نیست اینجوری سریع، حتی عکاس هم کارا رو اینجوری انجام میداد. بعد اینا بعد میومدن کدوم عکاس بوده، ممکن لیست عکاسا داشته باشن، انتخاب میکردن دونه دونه، گفتن آقا این بشه عکس اصلی من مثلا یه دونه. حالا این همه دیتا تستی، این آقا علنگو آریان مثلا تستی. حالا یه سری سیستمایی که داشتن، تگ اگه داشتن، حالا هر چیزی، بعد این کارو ثبت میکردن. حالا من میرفتن کار بعدیشون رو ثبت میکردن. بعد این ورم که حالا کلاینت وارد میشد، اینجا تستی گوشم 1 2 3 4 فقط پروژه بالا بیاد. آره اینجا میتونستن کلاینت ها بیان کارشون رو ببینن، سواد خریدشون رو درست کنن. این سیستم این شکلی داشت، اینو خیلی دوست داشتم. من میومدم اینو میدیدم، مثلا همین اینجوری اسکرول میکردم، میگم اسکرول سویپ میکردم، دبل کلیک میکردم عین اینستاگرام اینجوری لایک میکرد، لایک رو برم داشتم، لایک افزودم به سواد خرید میزدم 50 گرم مثلا. بعد اینجا شکل شمارش فرق میکرد، این یه دونه لایک میخورد، هم لایک کردم هم عکس سبد میومد که یعنی اینم داخل سبدم است. بعد میگفتم داخل گروه علنگو فقط لایک ها من نشون بده، مثلا اینم لایک کنم، بگم فقط سبد رو نشون بده، اینو میاد بگم فقط لایک ها رو نشون بده، فیلتر بذارم، داستان داشتن دیگه. حالا مثلا اینم حلقه بود، بعد اینو میرفتم لایک میکردم، افزوده میزدیم. حالا حلقه داستانش فرق میکرد، سفید باشه سایز 4 باشه مثلا 5 تا، زرد باشه سایز 3 باشه 2 تا. دوباره سفید سایز 4 بزنم به اون قبلی اضافه میکرد. این ردیف رو پاک میکنم، مثلا اینجا افزودن میزنم میرم اضافه میشه. اینم مثلا برم من بعد لایکش کنم، بعد میومد اینجا گفت اینجا 2 تا لایک کردی، یه دونه هم کار تو بسکتت داری و یه هم چیزی سیستم این شکلی داشتن. دوباره اینجا میتونستن پاک بکنن و یا در نهایت ثبت سند کنن و اینور ببینن. حالا سیستم کاری خودشون بود. قبل از اینکه پروژه آخر نشون بدم، خواستم این صفحه لاگین رو بهتون نشون بدم که قشنگ هر کدوم از اینا شاید 1 سال بعد از اون یکی انجام شده و به ترتیب میبینید که چجوری رفته بهتر شده. این صفحه لاگین برای خود من همیشه خیلی جذاب بوده، اونایی که قبلا درست میکردم و اونی که الان درست میکنم. اوکی اینم پروژه آخر که اینم باز طلا بود. حالا اسمش اینا رو عوض کردم. اینور کلاینت لاگین میکرد و اینور مدیر من لاگین میکرد و این سیستمش از پیشرفته تر بود. من گفتم آفلاینم آنلاینم این شکلی هم. بعد محصولات به هم دیگه وصل میشدن، یعنی من یه محصول میتونستم محصول A به B وصل میشد، B به C وصل میشد و یکی آپدیت میشد بقیش بعد آپدیت میشد، حالا طبق تعریفایی که اینجا داده بودن. و یه سیستمیش که خودم خیلی دوست داشتم، برای خودم جالب بود، این قسمت منیجر گروهی بود که درست کرده بودم. من مدیرامو میذاشتم داخل یک گروهی، به گروه پرمیشن میدادم و تمام مدیرهایی که داخل اون گروه بودن پرمیشن رو میگرفتن. حالا یه نمونه تستیه که این مدیرمه که این صفحه ها رو داره. حالا مثلا من میگم این صفحه هم بهش اضافه بشه و بهش اضافه میشه، یا خواستم کم میکنم و اینا به گروهش میرفت و تمام اون زیر مجموعه این پرمیشن ها رو میگرفتن و تمامش هم داینامیک بود. اینم خیلی دوست داشتم. این پروژه خوبی شد، اما خب تجربه تلخی شد. اینم از اون موردایی بود که فهمیدم نباید بر کارفرمایی کار کرد. اینم دیگه سیستمش همین شکلی بود دیگه. همین سیستم هم برای گروه مشتری هم داشتم، یعنی من میتونستم گروه مشتری ها هم بیام بگم فلان گروه که مثلا 1000 تا مشتری زیر گروهشه چه محصولی یا ببینه چه کاستومی داشته باشه. اینم کار قشنگی بود که اخیراً انجام دادم. اوکی امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. من دوست دارم این کار انجام بدم، تجربه‌مو در اختیار بقیه قرار بدم و حالا تجربه کاری خودم فنی اصلا تو دیتیل اینا میتونیم بریم، حالا بسته به چیزی که مخاطب من میخواد. و مخاطب منم اکثرا کسایی هستن که فکر کنم تازه کار هستن یا سابقه کار کمی دارن. بعد من یوتیوبر نیستم، من خیلی فعالیت نمی‌کنم. امیدوارم حالا بیشتر فعالیت بکنم. بعد مرسی از بچه‌ای که پیام دادن. یعنی اصلا دلیلی که من الان اینو درست کردم این بود که 2 نفر تو این 2-3 هفته اخیر چند تا پیام به من دادن که ویدیو جدید درست کنم، منتظریم و تجرباتو بگو. خیلی برای من ارزشمند بود. یعنی یه نفری که 2 سال پیش تو لینکدین منو پیدا کرده تا الان اینجوری
پیگیره و به من میگه ویدیو درست کن و فعالیت کن، این برای من ارزش داره. اینی که نظراتتون رو بهم بگید انرژی میده اونا خیلی. اما فعالیتم سعی میکنم انجام بدم، اما نه زیاد. من خیلی نمیخوام درگیر سوشال مدیا بشم. بهتونم پیشنهاد میکنم شما هم نشید. اینستاگرام پاک کنید ترجیحاً، اگر میتونید. اگر دیدید معتادشید پاک کنید. من اکانت دارم اما شاید تو سال 1 هفته هم این اپلیکیشن رو گوشی من نباشه. بعد دیگه همین دیگه، تمرکزتون رو خودتون باشه. حالا قسمت فنی کارو گفتم، قسمت عمومی چجوری پس خودمون بریم، چجوری تریک بزنیم به مغز خودمون، چجوری بهره وری خودمون رو ببریم بالاتر، چجوری خودمون رو قوی تر کنیم، تو اون قسمت خیلی دلم میخواد حرف بزنم. اما خب تنهایی با دوربین حرف زدن اون قسمت سخته. مثلا من 25-6 سالگی زبان خوندن رو تازه اون موقع شروع کردم. خلاصه آقا باشه، دمتون گرم. به من حتما پیام بدید، پیاماتون خیلی دلگرم کننده است. دمتون گرم، امیدوارم همتون موفق باشید.